سلام خدمت عزیزای دل دوستان، خیلی سوال تو پرسیو که طرز تهیه برساخ چونه. الان حتیمه که آموزش کامل برساخ اران تو بوشیمه. ترکیبات: شیر به مقدار لازم. رون دوستان، من 2 قاشق روندون استفاده کردیم و رون مایش قاطیم کردیم. 1 لیوان فرانسوی. 4 گله خامونمه، هم زردی استفاده کردیم هم سفیدی. 450 گرم شکر، 1 قاشق سرپر رازیانه، 1 قاشق خمیر فوری، 1 قاشق زردجوه و 1 قاشق نصف خوب. آرد معمولی ها نونو 1 کیلو 500 گرم. الان مچی من کلی قاطی هم هیمن خام میلی منرا مرحله آخر. دوستان عزیز، این مواد باید خوب قاطی یک به که کل 1 دست آبو به صورت دوستان ای جوره موادم خوب اگر یک قاطی کرد خالی هم میمینم. دوست ورنگینی دوست خمنی دوست ورنگینی دوست خمنی و خوب قاطی هم میمن. و مرحله آخری شیر یواش یواش قاطی موادمون هم هیمن که یه مواد باید است نه خیلی سفت بود نه خیلی نرم. که موادمو خوب قاطی کرد و کم کم شیر اضافه هم هیمن که یه های خمیرم و شل رانو خرو بود. 15 دقیقه خمیره ورزم هیمن. بعد 15 دقیقه سلفون هم مکیشی میرو و نیم ساعت استراحت هم میبیم. ارای 1 کیلو 500 گرم آرده ما 2 لیوان و نصف شیرم قاطی کرده. سازشوری ماری من و به اندازه دلخواتون ای جوره حالت هم میمی و بعد سرخ مکی میام. فرساخه ما آماده بیم. این 1 گله بری من بینیم چونه. خیلی ترد و خوشمزه. امیدوارم درست بینون. نوشگیان تو دوست ورنگینی دوست خمنی دوست ورنگینی دوست خمنی